سلام کاربران عزیز رادیوی آزادی. صبح 13 اپریل یک زمین لرزه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و چند منطقه دیگر کشور را تکان داد. بسیاری از شما از ما درباره این زمین لرزه و درباره مرکزیان و درباره قوه این زمین جنبی معلومات خواستید و نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده هم چند لحظه قبل در صحبت با رادیوی آزادی اولین معلومات را درباره این حادثه رسانه‌ای کردند. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده به رادیوی آزادی گفت مرکز این زمین لرزه در 21 کیلومتری ناحیه رشت و در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیر است. قوه زمین لرزه در مرکز یعنی در منطقه رشت 5 بال و در حدود شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل می دهد. خب درباره ضرر این حادثه تا این لحظه طبق معلومات پیشکی کمیته حالتهای فوق‌العاده 3 منزل در منطقه رشت آسیب دیدند. البته بعضی خبرنگاران در فیسبوک نوشتند که 2 نفر هم در ناحیه تاجیک‌آباد آسیب دیدند که البته ما فعلا تصدیق این معلومات را در دست نداریم. آنچه مقامات گفتند این است که طبق معلومات پیشکی 3 خانه در منطقه رشت آسیب دیده است و مسئولین برای معین کردن ضرر این حادثه کار کرده ایستادند. دوام روز هر معلوماتی که درباره این حادثه یعنی درباره زمین لرزه به دست ما رسید حتما پیشنهاد شما خواهیم کرد و درخواست میکنیم که برای گرفتن آخرین معلومات به سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org مراجعه کنید. روزی خوشی داشته باشید دوستان.